آقای دکتر ما میگم بابام حالش بده، یه ذره به ما توجه کن شما. بله باشه چشم، من معاینه‌شون میکنم. پدر جان چند سالته شما؟ 53 سال. 53 سال. بله. یکم نفس بکش. ریه هات خیلی خرابه. خیلی خرابه. پدر جان شما باید یه خورده رعایت کنی، چربی نخوری، قند نخوری، نمک نخوری، پیاده روی کنی، اینا برات مفیده. من برات دارو تجویز میکنم، تقویتی، ویتامین. خب آمپول ننویسی، شیاف بنویسی. آخه شیاف مسکنه، شیاف تقویتی هم مگه داریم؟ مگه شما بخیر حجم بدی به باسنه؟ شما فقط چربی نخور، قند و نمک استفاده نکن، روزی 5 کیلومتر پیاده روی. قند طبیعی بخورم. قند طبیعی، کشمش، خرما. بفرمایید. تمومه. شما بری، من چند تا نکته هم از خدمت دختر خانم عرض کنم. خواهش میکنم. به سلامت. آقای دکتر ما این همه دارم دست بالک میزنم اینجا، خب بری چی نگفتی؟ قربون دیزاینت برم جلو بابات که نمیشه ما به شماره بگم که. شماره بدی؟ ما دارم بگم بگو سیگار نکشه مرد مومن. چی تو دکتری واقعا؟